میدونی اعتماد به نفس واقعی از کجا شروع میشه؟ نه از حرف بقیه، نه از ظاهر و نه از موفقیت‌های بیرونی. و اعتماد به نفس از یک جای خیلی ساده میاد، از اینکه به خودت ثابت کنی که میتونی. واقعیت اینه که بیشتر ما فکر میکنیم آدمای با اعتماد به نفس هیچ وقت نمیترسن، اما این اصلا درست نیست. اونا هم میترسن، فقط اجازه نمیدن که ترس تصمیم آخر رو بگیره. اعتماد به نفس یعنی با ترسات راه بری، قدم برداری و هر بار کمی قوی تر بشی. ساختنش هم یک مهارت ذاتی نیست، یه مهارت ساختنیه. همونطور که عضله با تمرین قوی میشه، اعتماد به نفس هم با اقدام‌های کوچیک ساخته میشه. اولین قدم، به قول‌هایی که به خودت میدی عمل کن. حتی که خیلی کوچیک باشه، 10 دقیقه مطالعه، 5 دقیقه ورزش، یک کار نیمه تمام که امروز تمومش میکنی. هر بار که روی قولت میستی، یه تکه اعتماد به نفس واقعی میسازی. دومین قدم اینه که صدای درونت رو عوض کنی. اگر یکی کنار تو باشه و مدام بگه نمیتونی، ازش دور میشی، اما خیلی وقتها خودت همین حرف رو به خودت میزنی. از امروز با خودت مهربون‌تر حرف بزن، نه شعاری، واقعی. به خودت بگو من دارم بهتر میشم، من میتونم و از پسش برمیام. و قدم سوم، خودت رو در محیط‌هایی قرار بده که رشد میکنن. آدمایی که جلو میرن بهت انرژی میدن، آدمایی که ایستادن تو رو هم نگه میدارن. انتخاب محیط انتخاب آیندته. ولی یه حقیقت مهم است، اعتماد به نفس ناگهانی ساخته نمیشه. با یک جمله انگیزشی هم اتفاق نمیفته. از اقدام‌های کوچک اما مداوم میاد. از هر بار که با وجود شک جلو میری. اگر این ویدیو رو گوش میدی، یعنی به نسخه قوی‌تر خودت اهمیت میدی. پس همین امروز یک قدم کوچیک بردار، حتی خیلی کوچیک. به خودت ثابت کن که میتونی. اعتماد به نفس چیزی نیست که منتظرش باشی، چیزیه که امروز میسازی.